سلام به شما. آماده این بریم سراغ یکی از عجیب‌ترین تعیین خطای این اواخر توی فرمول 1. ایمولا بود و همه منتظر فراری بودن که توی خونه بترکونه، ولی دیدیم که هر دو رانندهشون تو کیوتو حذف شدن. دقیقاً. از اون طرف استون مارتین یهو اومد بالا. چطوری آخه؟ واقعاً یه نتیجه غیر منتظره بود. ببین، کلید ماجرا، یعنی عامل اصلی یه چیز بود. تایرهای میدیوم توی یه دور سریع بهتر از اون ترکیب جدید C6 سافت عمل کردن. میدیوم بهتر از سافت؟ آره، این اتفاق تقریبا همه رو، حتی خود پیرلی رو غافلگیر کرد و خب کل استراتژی‌ها رو به هم ریخت. خب میخوایم دقیق بفهمیم چی شد واقعا. منبع اصلیمون برای این به قول شما کندوکاو عمیق یه تحلیل از وبسایت فرمول 1 ایران. آدرسش هم f1iran.com هست. پس بیایم ببینیم این تحلیل چی میگه. جالب ترین قسمتش شاید این باشه که استون مارتین از کی فهمیده بود قضیه رو. آها، نکته جذابش دقیقاً همینه. طبق همین تحلیل f1iran.com، استون مارتین از جمعه شب، یعنی شب قبل از تعیین خط، تسلیمش رو گرفته بود که تو دورای آخر تعیین خط از مدیوم استفاده کنه. جمعه شب؟ بله. این یعنی یه تصمیم فوق‌العاده جسورانه بود، چون تصور عمومی حتی بعد تمرین‌های جمعه این بود که خب تایر جدید C6 سافت که روی کاغذ میگفتن بین 0.3 تا نیم ثانیه سریع‌تره، انتخاب قطعیه برای تعیین خط. واقعا جسورانه بوده، یعنی کاملا خلاف جریان آپشنا کردن. ولی مثل اینکه شنبه صبح بود که بقیه تیم‌ها هم یواش یواش بو بردن. دقیقاً. وقتی تیم‌ها تو تمرین سوم اومدن لاستیک‌های C6 رو برای شبیه سازی تعیین خط استفاده کردن، دیدن نه لزوماً سریعتر از مدیوم نیستن. مثلا آندره استلا از مکلارنز خودش اشاره کرده بود راننده‌هاشون بهترین حس رو با مدیوم‌ها داشتن. به محض اینکه سافت رو انداختن زیر ماشین، تعادل ماشین به هم خورده، دچار کم‌فرمانی شدن. یعنی جلوی ماشین لیز می‌خورد. پس فقط مکلارن هم نبوده. آها، ولی دلیلش چی بود؟ چرا یه تایری که قاعدتاً باید سریع‌تر باشه اینجوری عمل کرد؟ اینجاش دیگه واقعاً عجیبه. حتی ماریو ایزولا از خود پیرلی گفته داده‌ای مشخصی نداریم که توضیح بده چرا راننده‌ها شنبه از کم‌فرمانی بیشتری با سافت شکایت داشتن. اما خب تحلیل عمیق‌تر f1iran.com نشون میده مشکل اصلی C6 داغ شدنش نبوده، افت عمل کردش هم نبوده لزوماً. مشکل نرمی بیش از حدش بوده. یعنی انقدر نرم بود که ماشین ناپایدار میشد و خب اعتماد به نفس راننده رو کم میکرد، چون تایر زیادی تغییر شکل میداد، حس دقیقی از چسبندگی نمیداد به راننده، مخصوصا تو پیچ‌های سریع ایمولا. پس فقط بحث سرعت خشک و خالی رو کاغذ نبود. بحث این بود که راننده چقدر میتونه به ماشین اعتماد کنه، به اون حس چسبندگی وقتی داره لب مرز حرکت میکنه. دقیقاً. کاملا. وقتی راننده ها دارن با حد اکثر توان رانندگی میکنن، به کوچکترین بازخوردی حساسن. هر لرزش اضافی، هر حرکت غیر منتظره‌ای ناشی از نرمی تایر میتونه اعتماد به نفسشون رو بگیره. اسکار پیاسری هم همین رو گفته بود این ضعف تایر وقتی معلوم شد که شنبه با بنزین کمتر و مد موتور بالاتر فشار رو بردن به حد اکثر. داده‌های زمانی هم همینو میگه. اگه زمانهای سکتور جورج راسل رو با سافت 9 و مدیوم 9 مقایسه کنی، میبینی برتری مدیوم تو سکتورهای 2 و 3 بوده. یعنی جاهایی که پیچ‌ها سریع‌ترن و راننده باید بیشتر اعتماد کنه. و اینجا دیگه استراتژی استون مارتین واقعا برجسته میشه. چه قاطعیتی داشتن. یعنی فقط حدس نزدن، برنامه ریزی کرده بودن قشنگ. بله، اونا ریسک کردن و جواب گرفتن. یا ماتسوزاکی مهندس ارشد تایرشون جمعه شب گفته بود مدیوم برای یه دور سری بهتره. بعد مایک کرک مسئول عملکرد پیستشون محکم تیم رو به همین سمت برد. حتی تو تمرین سوم ریسک کردن و تایر هارد استفاده کردن تا بتونن یه جفت مدیوم 9 اضافی برای مراحل آخر تعیین خط نگه دارن. جالبه، مدیر تیمشون کاروایل گفته بود تنها جایی که برنامه‌شون کامل نبود مرحله سوم تعیین خط بود، چون خودشون هم یکم غافلگیر شدن که اصلا به اونجا رسیدن. اما این موفقیت یه سوال مهم دیگه هم پیش میاره، درسته؟ آره، سوالی که کاردوس ساینز خیلی خوب مطرحش کرد. آیا این برتری توی تعیین خط ارزشش رو داشت که مسابقه رو با تایرهای مدیوم استفاده شده شروع کنن؟
چون این یه جور معامله بود دیگه. تیمایی مثل فراری یا مثلا ویلیامز تصمیم گرفتن این ریسک رو نکنن. گفتن ما تایرهای نوع مدیوم رو برای مسابقه نگه می‌داریم، حتی اگه تو تعیین خط ضعیف‌تر باشیم. پس دیدیم چطور یه تصمیم استراتژیک خیلی جسورانه که فقط بر اساس داده‌های تئوری نبود، بلکه بر اساس درک عمیق‌تر از عملکرد واقعی لاستیک و مهمتر از اون حس راننده و اعتماد به نفسش تو شرایط خاص پیست ایمولا گرفته شده بود. تونست کل معادلات تعیین خط رو عوض کنه. استون مارتین با این ریسک حساب شده خب برنده شد، در حالی که بقیه مثل فراری جا خوردن. این تحلیل جالب رو هم از فرمول 1 ایران داشتیم، همون f1iran.com، که قشنگ این پویایی رو نشون داد. نکته کلیدی دقیقاً همین تقابل بود. تقابل بین عملکرد تئوری روی کاغذ و اون حس واقعی راننده پشت فرمون تو اون لحظه حساس. تایرهای نرمتر C6 قاعدتاً باید سریعتر می بودن، اما در عمل اون ناپایداری ناشی از نرمی زیادشون اعتماد به نفس حیاتی راننده ها رو از بین برد. ولی همونطور که گفتی و ساینز هم اشاره کرد، این سوال باقی میمونه که آیا درخشش تو تعیین خط به قیمت شروع مسابقه با لاستیک‌های کار کرده میارزید؟ این دیگه یه تصمیم استراتژیک بود با پیامدهای متفاوت برای روز مسابقه. و این ما رو به یه فکر جالب میرسونه. توی دنیای فرمول 1 که اینقدر روی داده و عدد و رقم تاکید میشه، چقدر باید به اون عامل غیرقابل اندازه‌گیری حس راننده و اعتماد به نفسش اهمیت داد؟ حتی وقتی شاید با داده‌های اولیه جور در نیاد. آیا اتفاق ایمولا باعث میشه تیم‌ها در آینده وزن بیشتری برای این جنبه‌های انسانی، این حس‌ها قائل بشن؟ این سوالیه که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. تا بررسی بعدی.